توی نروژ خیلی از فروشگاه‌ها فروشنده ندارن، درش قفل دوستان. من با ساعتم این در رو باز میکنم و میرم تو. ببخشید اینجوریه، باید بکشیم. هیچ فروشنده‌ای داخلش نیست. ببینید نه کارگر، نه فروشنده، نه آدم، نه نگهبان. اولین چیزی که برمی‌داریم این نوشیدنیه که خودش رو شیر هم داره. فکر کنم آب سیب باشه. یه دونه از اینا برداریم. برند جالبی هستش، ببینیم که چی هست. شیر حکومت برداریم برای بچه‌ها. نوشیدنی انرژیزا، این اسکوید گیم سریال با طعم انبه. با اینکه آب نروژ خیلی گواراست آب شیرش، ولی یه دونه آب معدنی هم برداریم. شکلات تند چیلی، عجب فلفلایی داره. فلفل هم برداریم. این نمیدونم چیه، سیب زنگی شیرین فکر کنم. آره، شکلات ویفری یا ویفر شکلاتی در است. یه دونه بستنی اورئو برداریم و یه دونه هم از این که فکر کنم خوشمزه باشه، حالت دبل چاکلت داره. این برام کتاب گذاشتن ولی نه برای فروش، برای قرض گرفتن. تنها چیزی که از شما میخوان اینه که یا کتابو برگردونید یا اینکه یه کتاب دیگه به جاش بعداً بیارید بذارید. دیدید دیگه، هیچ فروشنده‌ای نداریم، خودمونم داریم اینا رو دونه دونه میزنیم اینجا که حساب کنیم. فروشنده‌ای در کار نیستش. یه دونه بگم که برداشتیم و پرداختش کنیم. پول کارگر دیگه نمیدن، کارگر و فروشنده. رسید و اسکن میکنید و در باز میشه و میرید بیرون. دیدید که هیچ کسی نبودش. به همه اعتماد دارن. یه مقدارم به دوربینای فیلم برداری اعتماد دارن. بارون شد. بریم ماشینمون تو برق دوستان، ببینم شارژ شده یا نه.